و تو ای محمد پیامبر بیداری و آزادی و قدرت، در خانه تو حریقی دامن گستر در گرفته است و در سرزمین تو سیلی بنیانکن از غرب تاختن آورده است و خانواده تو دیری است که در بستر سیاه ذلت به خواب رفته است. بر سرشان فریاد زن، قم فانذر، بیدارشان کن. و تو ای علی ای شیر، ای شیر، مرد خدا و مردم، رب نوع عشق و شمشیر. ما شایستگی شناخت تو را از دست داده ایم، شناخت تو را از مغزهای ما بردند، اما عشق تو را علی رحم روزگار در عمق وجدان خیش، در پس پرده های دل خیش همچنان مشتعل نگاه داشتی. چگونه تو عاشقان خیش را در خواری رها می‌کنی؟ تو ستمی را بر یک زن یهودی که در ذمه حکومتت میزیست تاب نیاوردی و اکنون مسلمانان را در ذمه یهود ببین و ببین که بر آنها چه میگذرد. ای صاحب اون بازو که یک ضربش از عبادت جن و انس برتر بود، ضربه‌ای دیگر